سلام، خوش آمدید به بخش دهم از مجموعه ویدیوهای همه چیز درباره ویلن از CCNA تا CCIE. در این ویدیو قصد دارم راجع به یکی از روش‌های اینتر ویلن روتینگ به اسم Switched Virtual Interface یا SVI با شما صحبت بکنم. من فرهاد علی کرمی هستم و این کانال پرشین تک تاکسه. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. در ویدیوی قبلی راجع به یکی از روش‌های اینتر ویلن روتینگ به اسم روتر آن استیک با شما صحبت کردم. توی اون ویدیو دیدید که چطور فقط با استفاده از یک اینترفیس میتونیم ترافیک ویلن‌های مختلف رو از سویچ به دست روتر برسونیم و از روتر بخوایم که به عنوان گیتوی و دیوایسی که روتینگ رو برای ما انجام میده ارتباط بین ویلن‌های مختلف که دارای سابنت آی پی های مختلف هستن رو برای ما برقرار بکنیم. توی اون ویدیو با استفاده از وایر شارک و اسلاید هایی که به شما نشون دادم جزئیات کامل اتفاقاتی که میفته بین روتر و سویچ و کلاینت ها در ویلن های مختلف رو با استفاده از وایر شارک بهتون نشون دادم. اگر اون ویدیو رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما اون رو با دقت تماشا بکنید. خب در این ویدیو میخوام راجع به Switched Virtual Interface با شما صحبت بکنم یا SVI. SVI به اینترفیس هایی گفته میشه که به صورت لاجیکی و در لایه 3 برای هر کدوم از این ویلن ها ما میتونیم بسازیم و این اتفاق روی سویچ مالتی لیر میفته. سویچ مالتی لیر علاوه بر ویژگی های لایه 2 ویژگی های لایه 3 رو هم داره و میتونه کار روتینگ رو هم برای ما انجام بده. بنابراین هر کدوم از این اینترفیس های لاجیکال میتونه به عنوان گیتوی برای ویلن های مختلف ما عمل بکنه. مثلا برای ویلن 10 اینترفیس ویلن 10 و برای ویلن 20 اینترفیس ویلن 20 رو میتونیم ایجاد بکنیم و سویچ روتینگ بین اینها رو برای ما انجام بده. همونطور که تو این تصویر میبینید من اینجا از دو تا سویچ لایه 2 به عنوان سویچ اکسس استفاده کردم. فرض بکنیم که این سویچ ها سویچ های لایه 2 هستن صرفا. کلاینت ها به این سویچ ها متصل شدن. در این سویچ مثلا ما ویلن 10 رو ساختیم، در این سویچ ویلن 20 رو ساختیم. ویلن 10 و 20 رو هم باید روی این سویچ مالتی لیرمون حتما بسازیم که بتونه در واقع ترافیک end to end ما در لایه 2 و برای برادکست ها این هامون وجود داشته باشه و بعد به ازای هر کدوم از این ویلن ها یک SVI ایجاد میکنیم و بهش IP میدیم. در واقع اتفاقاتی که یا بهتر بگم مراحلی که ما برای اینتر ویلن روتینگ روی سویچ مالتی لیر طی می‌کنیم کمی ساده تر از مراحلی هست که ما در روتر آن استیک دیدیم. بنابراین به سادگی شما میتونید اینتر ویلن روتینگ رو روی یک مالتی لیر سویچ پیاده سازی بکنید. مهم کانسپت و اون دیدگاهیه که شما باید به دست بیارید که من سعی کردم توی ویدیوی قبلی با توضیح روتر آن استیک اون کانسپتی که وجود داره پشت اینتر ویلن روتینگ رو با شما به صورت عملی در میون بذارم. بسیار خب بریم ببینیم توی GNS3 برای این ویدیو چی داریم و چه کاری قرار هست انجام بدیم. همونطور که میبینید من در اینجا از یه دونه سویچ مالتی لیر استفاده کردم به عنوان حالا میتونیم بگیم گیتویمون یا به عنوان سویچ دیستریبیوشنمون که میخوایم ازش استفاده بکنیم که این سویچ اینترفیس های مختلفی رو در ویلن های جداگانه داره. مثلا در ویلن 10 که این ویلن باشه اینترفیس گیگ 1.0 1.1 و 1.2 قرار داره. در ویلن 20 که این ویلن هست ویلن پیرول 2.0 2.1 و 2.2 و در ویلن 30 هم که ویلن سرور فارممونه 3.0 و 3.1 رو داره. هر کدوم از این ویلن ها سابنت آی پی خاص خودشون رو دارن و کلاینت ها رو من از قبل بهشون آی پی و گیتوی رو دادم. گیتوی هر کلاینت رو من در رنج خودش مثلا در اینجا 192.168.10.0 گیتوی کلاینت ها رو 10.254 گذاشتم. شما هر آی پی که مد نظرتون هست، هر آی پی خالی که داشته باشید رو میتونید به عنوان گیتوی قرار بدید. البته خب بهتره که یک سری نکات رو در حوزه طراحی هم رعایت بکنید. من بنا به دلایلی آی پی 254 رو برای داکیومنتیشن بهتر در نظر گرفتم به عنوان گیتوی.
نکته بعدی در این سناریو اینه که من اینجا برای اینکه سناریومون سریعتر پیش بره دیگه از سویچ لایه 2 به عنوان سویچ اکسس اینجا استفاده نکردم. مستقیما این دیوایس ها همونطور که میبینید به این سویچ مالتی لایر ما متصل هستن. خب تفاوت این سناریو با چیزی که در این اسلاید میبینید در اینه که شما اگر بخواید یک همچین سناریویی که تو این اسلاید هست رو پیاده سازی بکنید، علاوه بر این که ویلن های مد نظرتون رو در سویچ اکسستون باید ایجاد بکنید، ارتباط بین اکسس و سویچ مالتی لایر یا حالا اینجا سویچ دیستریبیوشنتون رو باید به صورت ترانک قرار بدید که در واقع ترافیک ویلن های شما بتونه از این سویچ لایه 2 شما به این سویچ مالتی لایر منتقل بشه. بنابراین ویلن ها رو هم در این سویچ باید داشته باشید، هم در هر سویچ متناسب با نیازتون ویلن خاص خودش رو ایجاد میکنید و اینترفیس های ترانک رو میسازید. اما در اون چیزی که من اینجا توی GNS3 دارم صرفاً فقط یه دونه سویچه و مستقیما روی همین اینترویلن روتینگ رو انجام دادم. شما اگر خواستید میتونید سویچ های لایه 2 که به عنوان سویچ های اکسس شما خواهند بود رو به سناریو اضافه بکنید. بسیار خوب. بریم سراغ پیاده سازی سناریو. به سویچ اول نگاه بکنیم ببینیم که آیا ویلن هایی که میخوایم یعنی ویلن 10 و 20 و 30 ساخته شدن یا نه. من فعلا روی این سویچ هیچ کاری نکردم، بنابراین این ویلن ها رو نداریم. به مک تیبل سویچمون اگر نگاه بکنیم ببینیم چه چیزی داریم. شو مک ادرس تیبل. منتها قبل از اون همونطور که میبینید تمام اینترفیس هایی که به این دیوایس های من متصل هستن به صورت پیش‌فرض در ویلن 1 قرار دارن. بنابراین من اگر بگم شو مک ادرس تیبل، باید مک ادرس تیبل ویلن 1 رو ببینم. همونطور که در تصویر میبینید مک ادرس تیبل ویلن 1 فقط دیده میشه. بنابراین ویلن های دیگه فعلا وجود ندارن. خب اولین قدم اینه که من ویلن ها رو بسازم، یعنی ویلن 10، 20 و 30 به عنوان برادکست دامین باید توی این سویچ ساخته بشن. پس من با این کار ویلن 10، 20 و 30 رو ایجاد میکنم. اگر دقت بکنیم شو ویلن بریف میبینیم که ویلن های 10 و 20 و 30 برای ما ساخته شدن، اما هنوز هیچ کدوم از اونها در واقع کلاینتی یا اینترفیسی عضوشون نیست. بسیار خوب. من در ویلن 10 اینترفیس هایی که میخوام رو عضو ویلن 10 میکنم به این شکل. اینترفیس رنج گیگ 1/0 تا 2. سویچ پورت مود اکسس. مود سویچ پورت های من اکسس قرار هست باشه و سویچ پورت های من که اینایی که انتخاب کردم اکسس ویلن 10 هستن. بسیار خوب. همین کار رو برای ویلن 20 هم انجام میدم. اینترفیس رنج گیگ 2/0 تا 2. سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت اکسس ویلن 20. خب الان اگر شو ویلن بریف رو با هم نگاه بکنیم خروجیش رو میبینیم که به ازای هر کدوم از ویلن ها اینترفیس هایی که میخواستیم اد شدن. برای ویلن 30 هم همین کار رو میکنیم، یعنی اینترفیس 3.0 و 3.1 رو باید عضو ویلن 30 بکنیم. اینترفیس رنج گیگ 3/0 تا 1. سویچ پورت مود اکسس و سویچ پورت اکسس ویلن 30. خب تا به اینجا دیوایس های من با همدیگه ارتباطی ندارن، یعنی کلاینت PC 1 طبیعتا نمیتونه PC 3 در ویلن 20 رو ببینه، با اینکه IP ادرسش هست 10.10 و دیفالت گیتوی هم براش تعریف کردم. اما فعلا چیزی به عنوان دیفالت گیتوی برای این PC وجود نداره. بنابراین من اگر پینگ بکنم 192.168.20.10 که آدرس PC 3 در ویلن 20 هست، یعنی در اینجا میبینیم که با پیغام در واقع نمیتونم گیتوی رو پیدا بکنم مواجه میشیم. میگه که 192.168.254 در دسترس نیست.
به خاطر اینکه هنوز این روتر این دیوایس رو تبدیل به گیتوی نکردم. بسیار خوب. کاری که باید انجام بدیم اینه که من میام روی این سویچ و به ازای هر کدوم از ویلن هایی که ساختیم یک اینترفیس مجازی ایجاد میکنیم که بهش میگیم Switched Virtual Interface یا SVI و به راحتی به این شکل این اتفاق میفته. اینترفیس ویلن 10. از اونجایی که یک اینترفیس مجازی هست اینترفیس ویلن 10 و عرضم به حضور شما یک اینترفیس لایه 3 هست به صورت پیشفرض، من میتونم مستقیما بهش IP ادرس رو اختصاص بدم. IP ادرس این میشه 192.168.10. من به عنوان گیتوی 254 رو انتخاب کردم برای کلاینت ها. پس 10.254 و 3.255.0 یعنی همون /24 و No Shutdown اینترفیس رو از وضعیت شاتداون خارج میکنه. طبیعتا اینترفیس ویلن 10 من باید آپ بشه. میبینید که آپ شد و برای ویلن 20 هم همین کار رو انجام میدم. اینترفیس ویلن 20 IP ادرس 192.168.20.254 No Shutdown و منتظر میشم که اینترفیس ویلن 20 آپ بشه. و در نهایت اینترفیس ویلن C در اینجا هم 192.168.C.254 No Shutdown. خب هر کدوم از اینترفیس های ویلن های من به عنوان گیتوی برای کلاینت ها قرار گرفتم و هر کدوم از این اینترفیس ها مک ادرس خاص خودش رو داره. اگر به این خروجی نگاه بکنیم من میگم که show int ویلن 10 include burn in address که مک ادرسش رو ببینم 800A 4 تا دیجیت آخرشه. همین رو اگر برای ویلن 20 بخوایم نمایش بدیم 8014 و برای ویلن C 801E. بنابراین میبینید که هر اینترفیس مک ادرس خاص خودش رو داره و کلاینت ها زمانی که بخوان به گیتوی خودشون دسترسی پیدا بکنن طبیعتاً اون اتفاقاتی که باید بیفته بین کلاینت و گیتوی و در نهایت کلاینت مقصد یا دیوایس مقصد رو میتونن طی بکنن. من این موارد رو در ویدیوی قبلی باز هم تکرار میکنم. در ویدیوی قبلی با جزئیات کامل با استفاده از وایر شارک به شما نشون دادم. بنابراین پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی قبلی رو ببینید. حالا به نظر شما آیا ارتباط بین این کلاینت های من بین این دیوایس های من در ویلن های مختلف برقراره؟ بیایید با هم بررسی بکنیم. اول اجازه بدید از هر دیوایسی گیتوی خودش رو پینگ بکنیم ببینیم آیا گیتوی خودش رو میبینه. الان به این میگم که 192.168.10.254 رو PC1 طبیعتا باید بتونه گیتوی خودش رو ببینه. بله. PC3 هم باید طبیعتا بتونه گیتوی خودش رو ببینه. قبلا همونطور که میبینید IP ادرس و گیتوی رو براش تعریف کردم 192.168.20.254 این هم گیتوی خودش رو میبینه و به عنوان نمونه سرور 1 هم همینطور باید گیتوی خودش رو بتونه ببینه. پینگ 192.168.C.254 این هم گیتوی خودش رو میبینه. اما برای اینکه مطمئن بشیم واقعا اینها همدیگر رو میتونن ببینن غیر از اینکه بخوایم پینگ بکنیم بیایم به صورت تئوری بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی داره میفته. من توی ویدیوهای قبلی به یک نکته اشاره کردم که بسیار اهمیت داره که این نکته رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم و اون اینه که با ساخت هر ویلن دو تا اتفاق بارز میفته در سویچ. یک، به ازای اون ویلن یک در واقع مک ادرس تیبل جداگانه ما در سویچ خواهیم داشت و دو، به ازای هر ویلنی که میسازیم یک اینستنس اسپنینگ تری توی سویچ ما ساخته خواهد شد. بریم ببینیم اینها رو داریم یا نه.
من قبلا که خروجی شو مک ادرس تیبل رو به شما نشون دادم صرفاً کلاینت های که در واقع مک ادرس هایی رو میدیدیم که عضو ویلن 1 هستن، اما الان شما میبینید که مک ادرس کلاینت های ویلن 10 ویلن 20 و ویلن 30 به صورت جداگانه وجود داره. بنابراین به ازای هر ویلن یک مک ادرس تیبل تشکیل شده و شو اسپنینگ تری میخوام ببینم که اینستنس اسپنینگ تری بر هر کدوم از اینها وجود داره. شو اسپنینگ تری ویلن 10 اینستنس ویلن 10 ویلن 20 اینستنس خاص خودش رو داره و ویلن 30 هم اینستنس خاص خودش رو داره. پس در لایه 2 همه چیز آماده است برای اینکه ارتباط بین ویلن ها چه داخل خودشون چه بین ویلن ها برقرار بشه، چرا که ما یک گیتوی هم الان داریم که همین سویچ مالتی لایرمون هست. اما از دیدگاه لایه 3 چطور؟ آیا سویچ ما این آمادگی رو داره که ارتباط بین ویلن ها رو برقرار بکنه؟ سویچ های مالتی لایر دوستان من علاوه بر این که کار لایه 2 رو به صورت پیش‌فرض انجام میدن، قابلیت انجام دادن کارهای لایه 3 که عمده‌اش همین روتینگ باشه رو هم میتونن داشته باشن. روی این سویچ من برای اینکه مطمئن بشم که این قابلیت روتینگ وجود داره میتونم بگم شو آی پی روت و وضعیت روتینگ تیبل سویچم رو بررسی بکنم. میبینید که روتینگ تیبل در سویچ من تشکیل شده و اینترفیس های مختلف رو و حالا بهتر بگم سابنت های مختلف رو تونسته به صورت کانکتد بشناسه. 192.168.10.0 192.168.20.0 و 30.0 رو ما اینجا میتونیم ببینیم. یک نکته وجود داره دوستان، در بعضی از سویچ های مالتی لیر ویژگی روتینگ به صورت پیشفرض اینیبل نیست. سویچ های مختلف، مثلا سویچ هایی مثل سری 3750 3560 و سویچ هایی که تقریبا میشه گفت سویچ های قدیمی هستند، به صورت پیشفرض ویژگی روتینگ رو ندارن. شما باید اون ویژگی رو براشون فعال بکنید. یعنی میتونن روتینگ انجام بدن اما این ویژگی براشون فعال نیست. در سویچ های جدیدتر مثل سویچ های سری 3850 یا سویچ های سری 9200 این ویژگی به صورت پیشفرض فعاله. و نکته اینجاست، اگر ما سویچی داشتیم که این ویژگی ها رو به صورت پیشفرض نداشت چه کاری باید انجام بدیم؟ خب اگر این ویژگی رو من نداشتم مثل سویچ های 3750 یا 3560 یا سویچ هایی که iOS اونها در واقع iOS قبل از ورژن 15 هست، یک نکته دیگه هم اشاره بکنم دوستان، این تنها مدل سویچ نیست که مشخص میکنه که ویژگی روتینگ به صورت پیشفرض فعال هست یا نه، بلکه مدل iOS هم یا ورژن iOS هم تأثیر داره روی این داستان. معمولا iOS هایی که ورژنشون در واقع پایینتر از ورژن 15 هست ویژگی روتینگ رو به صورت پیشفرض ندارن، اما در سویچ هایی که iOS ورژن 15 یا بالاتر از اون رو دارن معمولا ویژگی روتینگ به صورت پیشفرض فعال. سویچی که من اینجا دارم از iOS ورژن 15 استفاده میکنه. من اگر بگم شو ورژن میبینید که ورژن 15.2.4 ای رو من دارم استفاده میکنم. بنابراین این ویژگی رو به صورت پیشفرض من توی سویچم دارم. خب حالا اگر ما با سویچی مواجه بودیم که این ویژگی رو نداشت، برای فعال کردن اون ویژگی کافیه که در محیط گلوبال کانفیگوریشن کامند IP روتینگ رو وارد بکنیم. به محض اینکه من IP روتینگ رو وارد میکنم ویژگی روتینگ در اون سویچ خاص فعال میشه و میتونه ارتباط بین ویلن ها رو برقرار بکنه. خب الان برای اینکه بتونیم تست بکنیم این موضوع رو، من از PC1 که در ویلن 10 قرار داره میخوام PC3 که در ویلن 20 هست رو پینگ بکنم. طبیعتاً با این ویژگی که الان فعال هست در سویچ من از نظر لایه 3 و کارهایی که ما در لایه 2 انجام دادیم باید این ارتباط برقرار باشه. 192.168.20.10 همونطور که میبینید
امکان پین کردن، امکان برقراری ارتباط بین ویلن های مختلف من برقرار شده و من الان طبیعتا میتونم سرورم رو هم پینگ بکنم 192.168.13. میبینید که پینگ سرور هم وجود داره و این به خاطر ویژگی لایه 3 که سویچ مالتی لایر داره و میتونه ارتباط بین ویلن های مختلف رو برقرار بکنه. من دیگه وارد جزئیات نمیشم که الان چه اتفاقی بین پی سی و گیتویش افتاد، بین سرور و گیتوی خودش افتاد و بین ویلن های مختلف، چون در ویدیوی قبلی باز هم تکرار میکنم اینها رو من کامل گفتم. لطفاً و حتما ویدیوی قبلی رو ببینید تا در جریان جزئیات اون قرار بگیرید. اما دوستان یه نکته‌ای وجود داره در خصوص اینتر ویلن روتینگ که مخصوصا در سویچ های مالتی لایر شما باید حواستون به این باشه که ترتیب و توالی انجام کار رو رعایت بکنید. مثلا من اول اومدم ویلن ها رو ساختم و بعد به هر کدوم از ویلن ها اومدم یک آی پی ادرس دادم و بعد حالا یا بعدش یا قبلش کلاینت ها رو عضو اون ویلن خاص کردم. اما اگر قبل از اینکه ویلن رو بسازم بیام اینترفیس ویلن رو بسازم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من میخوام یک ویلن 40 هم داشته باشم یا تعداد کلاینت یا سرور عضو ویلن 40 داشته باشم. اگه اول بیام بگم اینترفیس ویلن 40 و بهش آی پی بدم 192.168.40.254 و سابنت مسکش رو هم براش تعریف بکنم، میبینید که سویچ به من اجازه میده که این کار رو بکنم. این در صورتیه که من اصلا ویلن 40 ندارم. شما میبینید شو ویلن اگر بگم ویلن 40 اصلا در این سویچ ساخته نشده، اما من تونستم براش اینترفیس ویلن 40 بسازم. اما این اینترفیس ویلن 40 هیچ کاربردی نخواهد داشت تا زمانی که من خود ویلن 40 رو ایجاد نکنم. اگه دقت بکنید من اینجا بگم شو اینت ویلن 40، ویلن 40 اگرچه ساخته شده اما در وضعیت داون قرار داره، به خاطر اینکه در لایه 2 هیچ چیزی پشت اون نیست، ویلن 40 ساخته نشده. از طرفی هیچ اینترفیس ترانک یا اینترفیس اکسس نیست که حالا اینترفیس ترانکی نیست که بتونه ترافیک ویلن 40 رو عبور بده، یا اینترفیس اکسسی نیست که عضو ویلن 40 باشه، پس این اینترفیس داونه. از طرف دیگه من اگر به مک ادرس تیبل سویچ نگاه بکنم شو مک ادرس تیبل، هیچ انتری یا رکوردی برای ویلن 40 نمیبینم و اگر بگم شو اسپنینگ تری ویلن 40، هیچ اینستنسی برای اون ساخته نشده. بنابراین ساختن یک اینترفیس به تنهایی کافی نخواهد بود، بلکه ابتدا من باید خود اون ویلن رو بسازم و بعد بیام اینترفیس اون ویلن رو ایجاد بکنم تا اینکه در واقع اون اینترفیس بتونه آپ بشه، به شرطی که من اینترفیس ترانکی رو داشته باشم که بتونه ترافیک اون ویلن رو رد بکنه، یا اینکه اینترفیس اکسسی رو داشته باشم که در دل اون ویلن قرار بگیره. با این کار ویلن من آپ میشه و همینطور به ازای اون ویلن یک اینستنس اسپنینگ تری ساخته میشه و در مک ادرس تیبل سویچ انتری مربوط به ویلن خاصی که ساختم هم ایجاد میشه. پس به این نکته دقت کنید. بعضا ممکنه فراموش بکنیم، به محض اینکه میخوایم یک ارتباطی رو ایجاد بکنیم میایم اینترفیس ویلن رو میسازیم و یادمون میره که خود اون ویلن رو اول بسازیمش. این نکته رو در ترابل شوتینگ باید همیشه مد نظر قرار بدید. نکته بعدی این که دوستان ارتباط بین این ویلن ها الان برقرار شده، یعنی تمام این ویلن ها و مشابه همین ویلن های دیگه ای رو هم من اگر بسازم و اینترفیسشون رو ایجاد بکنم، طبیعتاً روتینگ بین اونها برقراره و ارتباط بین اونها به طور کامل برقرار خواهد بود. اما یک مسئله‌ای وجود داره و اون این که درسته که ارتباط ما برقرار خواهد بود، اما این ارتباط به صورت مدیریت نشده است. یعنی چی؟ درسته که ما میخوایم ارتباط بین ویلن ها برقرار باشه، اما نه به هر شکلی و نه در هر جایی. بنابراین ما گاهی وقتا لازمه در شبکه های متوسط و بزرگ، زمانی که اینتر ویلن روتینگ داریم،
مدیریت ارتباط بین این ویلن ها رو هم بتونیم به درستی انجام بدیم. و برای مدیریت درست این ارتباطات در شبکه‌های متوسط و بزرگ معمولاً ما از فایروال ها استفاده میکنیم. یعنی اینکه اگر ویلن X و Y بخوان با هم دیگه صحبت بکنن، طبق شرایط خاصی باید بتونن صحبت بکنن. مثلا از ویلن X فرض بکنید با دیتا سنتر فرض بکنید من فقط میخوام در واقع پورت 443 باز باشه، نه هر ارتباط دیگه. بنابراین این فایروالی که میتونه این رو برای من کنترل بکنه. اما اگر فایروال نداشتیم چی؟ خب طبیعتا اگر فایروال نداشته باشیم احتمالاً شبکه کوچیکتری رو داریم، شبکه خیلی کوچیکی رو داریم. در اون صورت با استفاده از اکسس لیست های مختلفی که ما روی سویچ هامون میتونیم بنویسیم، روی سویچ مالتی لیرمون، میتونیم ترافیک بین ویلن ها رو مدیریت بکنیم با استفاده از اکسس لیست ها که در ویدیوهای بعدی راجع به این موضوع صحبت میکنم. اما در شبکه‌های بزرگ نوشتن اکسس لیست برای مدیریت ارتباطات بین ویلن ها کار خیلی راحتی نیست و معمولاً پیشنهاد نمیشه، چون خیلی ممکنه توش خطا پیش بیاد و اینکه سویچ شما بتونه اون تعداد اکسس لیست رو مدیریت بکنه یا نه هم خودش جای بحثه. بنابراین این رو بدونید که ما با فعال کردن اینترویلن روتینگ در سویچ الان ارتباط بین تمام ویلن ها رو که وجود دارن یا میتونن وجود داشته باشن رو برقرار کردیم، اما مدیریت خاصی بین اونها وجود نداره. پس اگر بخوایم اون مدیریت خاص رو داشته باشیم، همونطور که گفتم در شبکه‌های کوچیک که فایروال نداریم با استفاده از اکسس لیست روی سویچ، و در شبکه‌های بزرگتر، متوسط و بزرگ که میتونیم فایروال داشته باشیم، مدیریت وضعیت رو به دست فایروال ها میسپاریم. راجع به این موضوع در ویدیوهای بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد، به خصوص در ویدیویی که در مورد طراحی شبکه و طراحی شبکه‌های انترپرایز هست. در اونجا بیشتر توضیح میدم که به چه شکل خواهد بود مدیریت بین ویلن ها و چه کارهای دیگه‌ای باید انجام بدیم. اما تا به همین جا برای مبحث SVI فکر میکنم که کفایت میکنه. ضمن اینکه مجددا پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی قبلی رو مشاهده بکنید و ببینید، در اونجا جزئیات خیلی بیشتری رو راجع به مبحث اینترویلن روتینگ بهش پرداختم و راجع بهش صحبت کردم. خب اما دوستان بیایید یه بررسی کلی بکنیم، ببینیم چه کاری انجام دادیم برای اینکه این اینترویلن روتینگ با استفاده از SVI اتفاق بیفته. کاری که کردیم به این شکل بود که در سویچمون ویلن های مد نظر رو ایجاد کردیم و اینترفیس ها رو عضو اون ویلن ها کردیم، برای اینکه باز دوباره به یک روش دیگه اینترفیس ها رو بررسی بکنیم که عضو ویلن های خاص خودشون شدن. شو اینترفیس استاتس میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم کدوم اینترفیس ها در چه وضعیتی قرار دارن و عضو کدوم ویلن ها هستن. همونطور که میبینیم اینترفیس های خاصی که میخواستیم عضو ویلن های مختلف ما هستن. بعد کاری که کردیم به ازای هر کدوم از ویلن ها یک اینترفیس ویلن ساختیم که یک اینترفیس مجازی لایه 3 هست، همونطور که الان در خروجی شوران خواهید دید. با هم دیگه ببینیم. همونطور که میبینید اینترفیس های ویلن 10 20 30 رو داریم. اینترفیس ویلن 40 هم ساختیم، اما هیچ ویلن 40 در واقع خود ویلن 40 رو ایجاد نکردیم. بنابراین این اینترفیس تا زمانی که ویلن 40 ساخته نشه و چیزی عضو اون ویلن قرار نگیره یا ترافیک ویلن 40 از روی اینترفیس ترانک عبور نکنه، این اینترفیس ویلن بدون کاربرد خواهد بود. بنابراین این اینترفیس های ویلن هم ساخته شد و در نهایت در لایه 3 شو آی پی روت رو اگر خروجیش رو ببینیم که سویچ ما با توجه به اینکه یک سویچ مالتی لیر هست و ویژگی روتینگ به صورت پیش‌فرض براش فعال هست، میتونه در واقع روتینگ بین سابنت های مختلف ما رو که هر کدوم مربوط به یک ویلن هستند رو برای ما
برقرار بکنه. نکته آخر این که این رو توضیح دادم در سویچ هایی که قدیمی تر هستن، مثل سویچ های 3750 3560 یا سویچ هایی که iOS ورژن 15 به پایین دارن، معمولاً ویژگی آی پی روتینگ به صورت پیشفرض فعال نیست و برای فعال کردن ویژگی آی پی روتینگ در اون مدل سویچ ها شما میتونید در گلوبال کانفیگوریشن از کامند آی پی روتینگ استفاده بکنید که ویژگی روتینگ برای شما فعال بشه. یعنی در اون سویچ ها وضعیت به این شکل، انگار که من اینجا گفته باشم نو آی پی روتینگ، به صورت پیشفرض در اون سویچ هایی که گفتم، سویچ های قدیمی تر، وقتی شما میگید آی پی روت با یک همچین چیزی مواجه خواهید شد، روتینگ تیبلی وجود نخواهد داشت. اما به محض اینکه ویژگی آی پی روتینگ رو در اون سویچ ها فعال بکنید، روتینگ تیبل شما شکل میگیره و شما انتری های روتینگ تیبل رو میتونید ببینید. شو آی پی روت، ببینید که اینجا این اتفاق افتاد. البته این سویچی که من دارم با توجه به در واقع ورژنش در واقع ویژگی آی پی روتینگ به صورت پیشفرض توش فعال هست، ورژن 15 به بالا. بسیار خوب، اگر این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته لطفاً و حتما در کانال سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همینطور لطفاً ویدیو رو به اشتراک بگذارید و لایک بکنید که به دست مخاطبین بیشتری برسه. این کار به من اجازه میده که من بتونم ویدیوهای باز هم بهتر و با کیفیت تری رو برای شما عزیزان تولید بکنم. از توجهتون سپاسگزارم.